قبل از اینکه فیلم کانجورینگ ساخته بشه، قبل از اینکه لورین و ادوارن معروف بشن، یه خانواده معمولی در یک خانه روستایی با چیزی روبرو شدن که هیچکس هرگز تجربهش نکرده بود. سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز می‌خوایم بریم درباره داستان واقعی فیلم د کانجورینگ با هم صحبت کنیم. بریم سراغ ویدیو. سال 1971 خانواده پرون به خانه قدیمی در رود آیلند نقل مکان میکنن. خانه بزرگ بود، زمینش چند هکتار و 14 اتاق داشت. اما از همون روز اول یه نکته عجیب وجود داشت. سگ خانواده حاضر نبود داخل خانه بشه. دستپاچه بود، میلرزید و فقط پشت در مینشست و ناله میکرد. شب اول سگ مرد. در چند روز اول صدای درهای بسته شده، قدم‌های روی راهرو و ضربه‌های از زیر زمین میومد. اما عجیب‌ترین بخش این بود که اعضای خانواده میگفتن بعضی این صدا رو میشنون، بعضی نمیشنون. مثلا مادر خانواده میگفت هر شب کسی اسمشو زمزمه میکنه، اما بچه‌ها هیچ چیزی نمیشیدن. یک روز مادر داشت خانه رو تمیز میکرد. دید یه اتاق پنهان در دیوار وجود داره. وقتی در مخفی رو باز کرد، بوی سرد و نمناک زدن بالا. روی دیوار اتاق با زغال نوشته شده بود: او مادر را میخواهد. همون شب پتسری میگه یک زن پیر با لباس سیاه کنار تختش ایستاده بود، اما وقتی چراغ روشن میشه هیچ کس نیست. کم کم اتفاقا شدیدتر شد. درها محکم بسته میشدن، صندلی‌ها جابجا میشدن، ظرفا بدون دلیل روی زمین پرت میشدن. یکی از دخترها میگفت چیزی داخل کمد لباساش میخزه، اما هر بار که در باز میشد هیچ کس اونجا نبود. بعدا مشخص شد این خانه متعلق به زنی بوده به نام باتشیبا. سالها شایع بود که او در مراسم‌های عجیب شرکت میکرد و حتی متهم شده یک کودک رو قربانی کرده. محلی‌ها میگفتن بعد از مرگش قسم خورده این خانه رو ترک نکنه و بیشتر از همه از مادر خانواده نفرت داشته. این دقیقاً همان کسی بود که پسر بچه ادعا کرد کنارش ایستاده بود. وقتی خانواده به آخر خط رسیدن، تصمیم گرفتن با لورین و ادوارن تماس بگیرن. وارن‌ها بعد از ورود فقط با یک نگاه به خانه گفتن اینجا چیزی زندگی میکنه و خوشحال نیست شما وارد شدید. لورین گفت حضور سنگینی توی زیر زمین هست و پشت در پنهان کسی ایستاده، زنی با گردن شکسته، نگاهش به سمت راهرو. وارن‌ها یه جلسه پاکسازی برگزار کردن. در طول مراسم مادر خانواده بیهوش شد. صداهایی از دیوارها بلند شدن و چراغ‌ها خاموش و روشن می‌شدن. در گزارش‌ها نوشته شده که مادر ناگهان تغییر رفتار داد و با صدایی که متعلق به او نبود گفت او بچه منو گرفت، حالا من بچهای او رو میگیرم. لورین گفت این صدای خودش نبود. وارن‌ها مراسم رو نصف نیمه تمام کردن. به خانواده گفتن تا مدتی در اتاق زیر شیروانی نرن و مادر باید تنها نخوابه. اما فعالیت‌ها هیچ وقت کاملا متوقف نشد، فقط کمتر شد. چند ماه بعد خانواده مجبور شد خونه رو ترک کنه. این اتفاقها سالها قبل از ساخته شدن فیلم کانجورینگ رخ داده بود. اما چیزی که این فیلم حذف کرد اینه بعد از رفتن خانواده پرون یه خانواده جدید وارد این خانه شد و طبق گزارش‌ها اتفاقها دوباره شروع شد. ادامه این پرونده در قسمت بعدی. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.